بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که بعضی از انسان ها برای پیشرفت کار خود، برای کشایش کار، برای برار گرفتن تجارت و غیره از نزد ملای یا یک کسی یا یک ملای عادتا میگد که جادیگر نباشد، میدونن که جادیگر نیست، از یک ملای خوب تومور نوشته میگیرند به خاطر پیشرفت کار. آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته در این مسئله باید بدونیم که جایز نیست. تومور خواه ملای خوب می نویسد یا غیر خوب. البته کسانی که جادوگر هستند و ساحر از جمله ساحران هستند، فولبین میگیم، ساحر، جادوگر، اونها وقتی که مثلا تومور می نویسد، دانید که در درون تومور فقط تشتوب هم میگن. در طرف های مثلا جنوب تاجیکستان تشتوب میگن، در شمال تاجیکستان تومور میگن. عموما یک نوشته هایی که انسان در بغل خود گرفته میگردد یا که در جیب خود یا که در یک پهلوی لباس خود آویزان کرده گرون میگردد. بعضی ها به دست بند دست خود میبندند، فکر میکنن که این یک دعایی هست که کشایش کار میدهد. یگان دعایی وجود ندارد که شما باید تشتوب کنید یا که تومور کنید گرون گردید که کشایش کار شما میدهد. این چنین دعایی نبود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دست خودش، در دست فرزندهایشان، در دست صحابگان یا که یگان نفر صحابه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم تشتوب یا که تومور به خودشان، به دستشان، به لباسشان، به کیسهشان نکردند، نگرفتند. این همه بدعت، خرافات، شرکیات است. از همین جهت هر کسی که به خودش تومور میریزد، اگر بگوید که همه قدرت در دست الله هست، نافع منفعت بخشنده هم الله هست، الضار ضرر رساننده هم الله هست، اما این تومور یک سبب است، بگوید، این شرک اصغر کرده است، مشرک است در شرک اصغر. شرک اصغر کرده است و شرک است در ربوبیت است. شرک اصغر در ربوبیت، تومور، تشتوب یا رشته بستن و این و آن و حلقه به خاطر جلب منفعت و دفع مضرات، به خاطر برکت و پیشرفت و کار، به خاطر پیشروی تجارت و کشایش کار، این همه شرک در ربوبیت است و این نمود شرک اصغر است. اما یک انسان بگوید که انمین تومور کشایش کار می آورد، انمین تومور یا انمین تشتاب برکه تجارت میتید، پیشرفت کار میتید، انمین خودش نافع است و ضار است، در اینجا مشرک اکبر می شود انسان. این چنین انسان مشرک اکبر است. چرا که خصوصیت الله، اون چیزی که از خصوصیت مستحق الله است، النافع الضار، این دو نام الله و صفت الله است. یعنی منفعت رساننده تنها الله است، ضرر رساننده تنها الله است، کشایش کار بیارنده تنها الله است. هر کسی که به تومور این چیز میدهد، مستقیم تومور کشایش کار میدهد یا که ضرر رساننده یا فایده رساننده است میگد، این در این حالت دوم مشرک است و شرک اکبر است. توبه نکرده میمیرد، خالدا مخلدا فی النار است. مسئله تومور از یک جهت مسئله عادی می نمود، اما این مسئله عادی نیست. شرک اصغر هم بخشیده نمی شود. الله سبحانه و تعالی گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله نمی بخشد هر کسی رو که شرک رو انجام داده است و توبه نکرده وفات کرده است. شرک اصغر رو هم نمی بخشد. اما صاحب شرک اصغر اگر به دوزخ داخل شود، به قدر گناهش میسوزد و بعد به جنت میرود، یا که به عوض بخشیده شدن گناهش چقدر ثوابهاش میرود، یا که شرمنده و شرمسار میشود. پس برادران و خواهران عزیزم، از تشتاب نوشتن یا که از تومور نوشانیدن در نزد یا ملای خوب باشد یا جادوگر باشد، از همه جهت دست کشید. غیر از ضرر به شما هیچ چیزی نمیبخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین عملها رو منع کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن در حدیثی که خیلی که صحیح اومده است، در مسند امام احمد و در سنن و غیر اومده است، که حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن من علق بشین علق به. هر کسی که به خودش یک چیزی رو آویزان کرد و به همون دلش رو بست، الله سبحانه و تعالی انسان رو به همون وا میگذارد. یعنی شما اعتقاد به همون تومور کردید، الله شما رو به تومور میاندازد. تومور رو شما رو حفظ کرده میتواند؟ نمیتواند. حفظ کننده، نگه دارنده، النافع الضار، ضرر رساننده، منفعت بخشنده، منفعت رساننده، همش الله است. تنها به الله توکل بکنید و از این تشتاب نویسی و تومور نویسی و از این نمود ملاها براءت خود را اعلام بکنید و دور بشوید. بارک الله فیکم.